من از ملک پدر کردم جدایی. گرفتم با غریبان آشنایی. غریبان حالت خوبی ندارند، اول مهر است و آخر بی‌وفایی. اگر شیر و شکر غربت بنوشم، به مانند گدایی وطن نیست. احسن. اگر داد دلم با کوه بگویم، اگر داد دلم با کوه بگویم، که کوه بی زبون آید به فریاد. این غم بزرگی که دارین چیه حاج آقا؟ اما بزرگ غریبیه. غریبی؟ غریبی بله. غریبی خیلی سخت است. 20 سال میری یک خانه یک حیاتی، میبینی خانه خراب شده. یادم میاد که این خانه نماز میخوندن، قرآن میخوندن، روزه میگرفتن، حالا این خانه خراب شده. بله. دلتون برای پدرتون یعنی بیشتر از همه تنگ شد؟ یعنی پس این دلتنگی ها ادامه داره هنوز؟ بله. تموم نمیشه؟ نه.